سلام، اخبار امروز پنجشنبه 13 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. امریکا باور دارد که در سر قدرت باقی ماندن بشار اسد به منفعت مردم سوریه نیست. این مسئله در مسکو بین مقامات روسیه و امریکا بحث شد. ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام می رسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند. هیئت وزارت نقلیات تاجیکستان از مذاکرات درباره پرواز هواپیماها به روسیه با دستی خالی برگشت. گفتگوها همچنان ادامه خواهند کرد. مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند 2 میلیون عائله این کشور را با مرغ و نهال لیمو تامین کنند. من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را برای عوض 110,000 سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل می شود. شروع میکنیم از خبری که در صدر خبرهای مهم بین المللی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بسیار خوب میشد اگر کشورش و ناتو با روسیه رابطه بهتر می داشتند. دونالد ترامپ روز 12 اپریل در نشستی خبری با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در شهر واشنگتن صحبت کرد و در زمانی که مناسبات آمریکا و روسیه نظر به هر وقت دیگر به گفته دونالد ترامپ بدتر شده است، ولی دونالد ترامپ بسیار امیدواری کرد که این مناسبات بهتر شوند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره در حال صحبت کرد که اختلافات نظر میان روسیه و آمریکا در رابطه با شیوه‌های خاتمه جنگ در سوریه عمیق‌تر شده است. روز چهارشنبه در مسکو مذاکرات وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون جریان گرفت و در آن جنگ سوریه، مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل، وضع افغانستان، بحران اوکراین و نظارت سلاح بررسی شد. به دنبال این ملاقات ریکس تیلرسون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم دیدار و گفتگو داشت. در پایان گفتگو شنید مقامداران روسیه و ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفتند که روابط دو جانب در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف و کاتب دولتی آمریکا ریکس تیلرسون هر دو جانب برای توسعه همکاری‌ها اظهار آمادگی کردند، هرچند در بعضی مسائل مهم جهانی نظری مختلف دارند. تیلرسون گفت که دو کشور سعی دارند سردی روابط را برطرف کنند. لاوروف در تصدیق این خبر گفت که همکاری به نفع هر دو جانب است. Российская Федерация выступила за то, чтобы обратить внимание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. روسیه پیشنهاد کرد توجه سازمان منع اسلحه کیمیاوی مقرش در گاگ به مکتوب رسمی حکومت سوریه جلب شود که ارسال فوری مفتشان را برای تحقیق وضعیت در ولایت ادلیب سوریه و هم پایگاه هوایی از سوی آمریکا موشکباران شده را تفتیش کند. سازمان یاد شده صلاحیت تفتیش چنین قضیه ها را دارد. تیلرسون گفت امریکا باور دارد که حمله کیمیاوی را نیروهای دولتی سوریه عملی کردند و این یک نمونه اخیر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح کیمیاوی است. ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام می رسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند. در مسئله بحران اوکراین هر دو جانب تاکید کردند که اجرای سازش‌های مینسک راه را برای نظم و ثبات در این کشور باز خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها مذاکرات تاجیکستان و روسیه درباره به تنظیم درآوردن پروازها به قلمروی همدیگر در شهر مسکو نتیجه نداده است. گروهی از مقامات تاجیکستان به روسیه رفته بودند تا مسئله پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به روسیه و همین گونه پرواز هواپیماهای دو شرکت روسی به تاجیکستان را حل کنند. مردان محمد همکاری ما میگوید ظاهرا هر دو طرف چیزی برای گفتن ندارند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با آزادی از شرح جزئیات این مذاکرات خودداری کرد. آقای گنجزاده تنها گفت که به زودی در این باره اظهارات پخش خواهد شد. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند.
تاکنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، ظاهراً جانب‌ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه می‌خواهد هواپیماهای عمل در هفته 7 بار به پایتخت شمال کشور پروازها انجام دهد. اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتنها روسیه پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به منطقه‌های آن کشور منع کرده است. تاجیکستان 2 هفته پیش رسما هشدار داد که جواب همسانه روسیه را خواهد داد. با دنبال مسکو هیئت تاجیکستان را به مذاکرات خواند و با ختم گفتگوها هنوز معلوم نیست دو طرف مشکل را چگونه حل کردند. در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که پرواز شرکت‌های هوایی روسیه به دوشنبه طبق جدول ادامه داشته است. تا حال تاریخی مذاکرات بعدی میان هیئت‌های وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم پروازها اعلان نشده است. مردان محمد، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه. خویشاوندان یک جوان 24 ساله از شهر حصار که مقامات از خانه او را گرفته به ارتش بردند میگویند که بیماری او ثابت شد و صیاد به خانه برگشته است. صیاد حلیموف ساکن 24 ساله شهر حصار را به قول نزدیکانش روز 11 اپریل مقامات مجبوری برای خدمت به ارتش بردند. خویشاوندانش روز 13 اپریل به رادیو آزادی گفتند صیاد را که بیماری‌های مادرزادی داشت حالا در شفاخانه معالجه میکنند. به گفته خویشاوندانش با وجود آنکه یک دستی صیاد کج است و گوشش ناشنوا، مقامات او را مجبور با خود بردند و گفتند به ارتش میفرستند. سر میزنیم به قزاقستان که آنجا نورسلطان نظربایف رئیس جمهور امر داد مردم کشور تا سال 2025 از خط کریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گذارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرد و در آن آمده است تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده باشند. در گذشته بیانیه‌های مقامات قزاقستان درباره گذاشتن به خط لاتینی سبب عصبانیت روسیه شده است و مطبوعات روسی این را یک حرکت ژئوپلیتیکی قزاقستان نامیدند. در این باره صحبت داشتم با میرحت شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیوی آزادی. میرحت، به برنامه ما خوش آمدید. نشر برنامه گذاشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چه معنی دارد؟ Разговор о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще. گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلان کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمن قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می شود. این یک روند خوب طرح شده است و برای کسی که این روند را نظارت می‌کنند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان Назарбаев سالها پیش گفته بود. Никто ничего не увидел. В принципе, это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад. در گذشته سعی قزاقستان برای گذاشتن به خط لاتینی را یک حرکت سیاسی قزاقستان و دوری جستن از روسیه نامیدند. کشوری که شریک نزدیک قزاقستان است. مگر این کار سبب عصبانیت روسیه نمی شود؟ Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет. واکنش از حالا هست، از جمله در شبکه‌های اجتماعی. واکنش رسمی نمی شود چون که ماه ینور سال 2015 یرلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان در مسکو شرح داد که چرا به خط لاتینی میگذرند. به گفته او آن کسی که در قزاقستان به روسی گپ میزند به روسی برتری میدهد، به همین زبان صحبت خواهد کرد و کسی زبان روسی را به زبان قزاقی عوض کردنی نیست. آنهایی که قزاقی صحبت میکنند و زبان دائمی معاشرتشان قزاقی است به تدریج به خط کریلی میگذرند. اما سیاست در تغییر خط همیشه وجود دارد و داشت. این در
زمان آتاتورک در ترکیه بود. در سال 1925 در عهد شوروی سابق بود که تمام مردم مسلمان را از خط سنتی عربی اساسشان محروم کردند و خط لاتین را آوردند. بعداً همه را مجبور کردند که به کریلی بگذرند و روسی یاد بگیرند و این هم سیاست بود. در اینجا بر اضافه سیاست مسئله زبانی است. حالا در زبان قزاقی 42 حرف است که تقریباً 5 تای آن عملاً به کار نمی‌روند. بنابراین بسیاری از زبانشناسان میگویند که خط کریلی به فونتیک و یا آوای یکی از شاخه‌های زبان ترکی یعنی قزاقی موافقت نمی‌کند. Лингвисты в основном едины во мнении, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка. تشکر. همکارم میرحت شریف جان از مرکزی خبری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر میرحت. و واقعا بحث گذشتن از خط کریلی به خط فارسی در تاجیکستان هم سالهای طولانی است ادامه دارد. بعضی‌ها میگویند تاجیکستان هم باید از خط کریلی دست بکشد و به الفبای نیوگام برگردد. شما هم نظر و اندیشه خود را در این باره به ما بنویسید، چی در وبسایت azadi.org و یا چی در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. و رو میاریم به ازبکستان همسایه. در این کشور اجرای دستور رئیس جمهور شوکت میرزیوف شروع شد که او ماه ینور در جلسه حکومت از مردم خواست برای پیشبرد زندگی مرغ بپرورند یا به پرورش لیمو مشغول شوند. شوکت میرزیوف در آن زمان گفت اگر هر عائله کمبیزاد در ازبکستان 100 مرغ داشته باشد میتواند از حساب فروش و استعمال تخم و روزگار را پیش ببرد. با فرارسی فصل بهار اکنون مقامات ازبکستان برای اجرای دستور رئیس جمهور دست و آستین برزدند. حکومت ازبکستان می‌خواهد که با راه تقسیم کردن مرغ و نهال‌های لیمو سطح بیکاری را در کشور کاهش داده و وضع اقتصادی را بهبود بخشد. مقامات بر این نظرند که با این وسیله مردم نه تنها خود را با محصولات تأمین می‌کنند بلکه از فروش آن می‌توانند فایده هم بگیرند. نزدیک به 70% شهروندان ازبکستان در دهات زندگی می‌کنند و صدها هزار آنها جای کار ندارند. مقامات عزم دارد شرکت‌هایی را تأسیس بدهد که به مردم مرغ و نهال بفروشند و بعداً از آنها تخم و لیمو را برای سودا بخرند. گلسره حسنова ختم کننده آموزشگاه کشاورزی در اول سال 300 مرغ خریده بود. حالا اون نقشه دارد که قرضش را پرداخت کرده از نو مرغ بخرد. من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را بر عوض 110,000 سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل می شود. ملاحت شامیرزایeva با همراهی شوهرش از بانک 3.5 میلیون سوم قرض گرفته است. وی با این مبلغ 100 مرغ خرید و حالا برای پرورش نهال‌های لیمو جای درست میکند. همه ساله صادرات میوه و سبزیجات از ازبکستان میلیاردها دلار را تشکیل می‌دهد. صادرات مال از ازبکستان به روسیه بعد منع واردات محصولات غذایی از کشورهای غربی افزایش یافته است. در سالهای 90 عصر گذشته یک سیاستمدار تاجیک در برنامه پیش از انتخاباتیش وعده داد که اگر رئیس جمهور بشود از شهر دوشنبه تا کلاب خط ترالبوس میکشد. در آن زمان پیشنهاد او سبب خنده و مسخره شد ولی ظاهرا طرح امکان پذیر بوده است. حالا در آلمان کشیدن خط برق برای ماشین‌های بارکش امکان پذیر است. مومن احمدی گزارش می‌دهد. در یکی از راه‌های شهر تمپلین واقع در شمال و شرق آلمان سیم برق کشیدند تا در آن ماشین‌های بارکش مثل ترالیبوس حرکت کنند. مهندسان شرکت سیمنس روز سه‌شنبه طرح نو را با نام ایجوی معرفی کردند. این ماشین بارکش است که طریق سیم‌های برق چون ترالیبوس حرکت می‌کند. ماشین همچنین محرک دیزلی دارد. در صورت تنبشوی راه‌ها راننده می‌تواند شاخه‌های ماشین را پایان کرده در سمت برایش مناسب حرکتش را ادامه دهد. وزیر زیست محیطی باربارا خدریکس میگوید هدف طرح مشترک شرکت سیمنس و حکومت آلمان کاهش اخراج گاز گرمخانه به فضا است. مؤلفان این طرح میگویند اگر حداقل نصف راه‌ها خط برق داشته باشند ماشین‌ها نیز هوا را کمتر آلوده می‌کنند. آلمان قصد دارد تا سال 2018 تکنولوژی نو را در منطقه شمالی شلزویگ، هولشتین و هسن در مرکز کشور مورد استفاده قرار دهد. نیگارا محمد عطاخانова یک دانشجویی که از شهر خوروخ آخری ماه مارت ناپدید شد در ناحیه شمس‌الدین شاهین
پیدا شده است. و شنونده ارجمند، جزئیات این خبر را میتوانید در وبسایت ما بخونید، در نشانی azadi.org. در فیسبوک هم این خبر هست، در رادیو آزادی و هم در صمیمه مخصوص ما برای تلفن های همراه.